در اعماق اقیانوس پهناور اطلس، منطقه‌ای مرموز و پر رمز و راز قرار دارد. این منطقه که به عنوان مثلث برمودا شناخته می‌شود، ده‌ها سال است که تخیل انسان‌ها را به خود جلب کرده است. گفته می‌شود مثلث برمودا مکانی است که کشتی‌ها و هواپیماها بدون هیچ ردی ناپدید می‌شوند. این اتفاقات عجیب و غریب، داستان‌ها، نظریه‌ها و افسانه‌های بیشماری را به وجود آورده است. برخی معتقدند که این مثلث دروازه‌ای به بعد دیگری است. برخی دیگر آن را به فعالیت‌های فرازمینی یا نیروهای باستانی و ناشناخته نسبت می‌دهند. توضیح هرچه باشد، مثلث برمودا همچنان یکی از پایدارترین اسرار زمان ماست. مرزهای دقیق مثلث برمودا به طور قطعی مشخص نشده است. با این حال، به طور کلی اعتقاد بر این است که این منطقه بین 3 نقطه قرار دارد. این نقاط عبارتند از میامی در فلوریدا، سن خان در پورتوریکو و برمودا، جزیره که نام مثلث از آن گرفته شده است. این منطقه از اقیانوس اطلس به دلیل الگوهای آب و هوای غیر قابل پیشبینیش شناخته شده است. طوفان‌های ناگهانی می توانند بدون هشدار قبلی ظاهر شوند. جریان گلف استریم، یک جریان اقیانوسی گرم و قدرتمند، نیز از این منطقه عبور می کند. این جریان می تواند به سرعت شرایط دریا را تغییر دهد. یکی از معروفترین حوادث مرتبط با مثلث برمودا، ناپدید شدن پرواز شماره 19 است. در سال 1808، 5 بمب افغان اجدری انجرد، نیروی دریایی ایالات متحده، در حین یک ماموریت آموزشی معمولی ناپدید شدند. این پرواز که شامل 14 نفر بود، از فورت لادردیل، فلوریدا بلند شد و قرار بود اواخر همان روز بازگردد. با این حال، هواپیماها هرگز به پایگاه بازنگشتند. با وجود تلاش‌های گسترده برای جستجو، هیچ اثری از هواپیما یا خدمه آن پیدا نشد. ناپدید شدن پرواز شماره 19 همچنان یک راز گیج کننده است. این حادثه به تثبیت شهرت مثلث برمودا به عنوان مکانی برای ناپدید شدن‌های غیر قابل توضیح کمک کرد. حادثه قابل توجه دیگر، ناپدید شدن کشتی USS سایکلاپس است. این کشتی نیروی دریایی ایالات متحده که برای حمل زغالسنگ استفاده می‌شد، در سال گهاس فصل در حالی که از باربادوس به بالتیمور در حرکت بود، ناپدید شد. کشتی سایکلاپس که بیش از 300 نفر را حمل می‌کرد، بدون ارسال هیچ گونه سیگنال اضطراری ناپدید شد. هیچ لاشه یا بقایایی از آن هرگز پیدا نشد. این حوادث همراه با موارد دیگری مانند ناپدید شدن کشتی باری کارول دیرینگ در سال 2003 گمانه‌زنی‌ها در مورد مثلث برمودا را دامن زدند. داستان‌هایی از چرخش ناگهانی قطب‌نماها، از کار افتادن ابزارها و مه‌های ناگهانی و غیر قابل توضیح به رمز و راز این منطقه افزوده است. بخش 5 علم نظر می‌دهد پدیده‌های طبیعی و مثلث. در حالی که اسرار مثلث برمودا بسیار جذاب هستند، بسیاری از دانشمندان نسبت به آن بدبین هستند. آنها به پدیده‌های طبیعی و خطای انسانی به عنوان توضیحات قابل قبولتری برای ناپدید شدنها اشاره می‌کنند. آب و هوای غیر قابل پیشبینی منطقه، از جمله طوفان‌ها و امواج سهمگین، می‌توانند خطرات قابل توجهی برای کشتی‌ها و هواپیماها ایجاد کنند. جریان‌های قوی گلف استریم نیز می‌توانند بر ناوبری تأثیر بگذارند و شرایط دریایی غیر قابل پیشبینی ایجاد کنند. این عوامل همراه با خطای انسانی و اشتباهات احتمالی در مسیریابی می‌توانند در تصادفات و ناپدید شدنها نقش داشته باشند. بخش 6 بررسی واقعیت افسانه‌ها، داستان‌های اغراق‌آمیز و خطای انسانی. برخی از محققان استدلال می‌کنند که شهرت مثلث برمودا اغراق‌آمیز است. آنها می‌گویند که تعداد ناپدید شدنها در این منطقه از نظر آماری بیشتر از سایر نقاط پر رفت و آمد اقیانوس نیست. آنها ادعا می‌کنند که بسیاری از حوادث گزارش شده را می‌توان به آب و هوای نامساعد، نقص فنی یا سایر عوامل قابل توضیح نسبت داد. علاوه بر این، برخی از داستان‌های مرتبط با مثلث برمودا در طول زمان پیاز داغش زیاد شده و حتی از اساس سر هم شده‌اند.
روایت‌های هیجان انگیز و جذابیت ناشناخته‌ها می‌تواند حقیقت را مخدوش کند. بخش هفتم، قدرت یک داستان خوب. چرا مجذوب ناشناخته‌ها می‌شویم؟ شیفتگی دیرینه به مثلث برمودا، تمایل انسانی ما را به درک ناشناخته‌ها نشان می‌دهد. اصرار و پدیده‌های غیر قابل توضیح، تخیل ما را به خود جلب می‌کنند. مثلث برمودا با داستان‌هایش از ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها روایتی جذاب ارائه می‌دهد. این داستان‌ها به ترس ما از پهناوری اقیانوس و غیر قابل پیشبینی بودن جهان دامن می‌زنند. بخش هشتم، مثلث برمودا امروز هنوز هم منبع جذابیت. با وجود توضیحات علمی و افسانه زدایی‌ها، مثلث برمودا همچنان جذابیت خود را حفظ کرده است. این منطقه موضوع محبوبی در کتاب‌ها، مستندها و داستان‌های تخیلی باقی مانده است. رمز و راز پیرامون این منطقه حتی در مواجهه با توضیحات منطقی همچنان پابرجاست. مثلث برمودا به عنوان یادآوری از قدرت رمز و راز و جذابیت دیرینه ناشناخته‌ها عمل می‌کند. بخش نهم، نتیجه گیری، رمز و راز و عقلانیت در اقیانوس اطلس. مثلث برمودا با تاریخچه ناپدید شدنها و حوادث غیر قابل توضیح خود همچنان کنجکاوی برمی‌انگیزد و گیج کننده است. در حالی که پدیده‌های طبیعی و خطای انسانی احتمالاً نقش بسزایی در حوادث این منطقه دارند، جذابیت ناشناخته‌ها همچنان پابرجاست. چه مکانی واقعاً مرموز باشد و چه صرفاً محصول شیفتگی ما به ناشناخته‌ها، مثلث برمودا همچنان یک معمای فریبنده باقی مانده است. این منطقه به ما یادآوری می‌کند که حتی در دنیای پیشرفته فناوری ما، برخی از اسرار همچنان باقی هستند.